طور قبلا خبر داده بودیم صبح 19 اکتبر دو ساکن دیهای ویشغر و جماعت دیهات روند نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به حمله خرس روبرو شده جراحت برداشتند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت این دو ساکن ویشغر که یکی 14 و دومی 48 سال داشت برای جمع‌آوری ایزون به کوه رفته در جنگل دیهای غمس نوگون یک خرس به آنها حمله کرده است. خبرنگار شناخته زاده ونج خلوتشوی محمود در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که خرس در اصل به نابالغان حمله کرده است، ولی یک ساکن و پهلوان معروف ویشخروک رمضان سینونوف که معلم عادی مکتب است به نجات آن نورسان شتافته با خرس دست به گریبان شده است. چند نورس از دیهای ویشخروک نویه ونج برای جمع کردن هیزم به جنگل دیهای غمس میروند. پس از مدت خرس بدهیبت پیدا شده به سر اطفال حمله میکند. در این میان یکی از کودکان از پای افتاده زیر چنگال خرس میماند. هیاهوی وداد آنها را شنیده مردم به کمکشان میشتابند. نوجوان افگار خونشا را از دم دندان خرس رها میکنند، اما چند امثال دیگری او از ترس در جنگل پنهان میشوند. اکنون به جان نورسان در جنگل باقی مانده هر لحظه خطر تهدید میکرد، زیرا خرس هم از جنگل بیرون نرفته بود. در همین هنگام معلم رمضان سینونوف که به جستجوی طفلکان برآمده بود با خرس سر به سر میشود. دیگر جای گریز و عقب گشتن نبود، آنها با هم درگیر میشوند. رمضان پهلوان که از کشتین باخبر بود در جوانی خوب میدانداری میکرد. خرس را 2 مرتبه با اصولهای سر کتف و حلوق به زمین میزند، اما حیوان تن و توشدار چند جای بدن رمضان را جراحت میکند. نبرد آنها تا دم ادامه داشت که مردم از قضیه باخبر شده با سنگ و چوب و آهن به نزدشان رسیدند. خرس از غلغله ساکنان ترسیده رو به گریز نهاد. حال رمضان و نورس جراحت برداشته در بیمارستان مرکزی نویه تحت معالجه قرار دارند. رمضان سینونوف دانشکده تربیت جسمانی را ختم کرده آموزگار مکتب است. در برابر این هنرمند چیره دست، چوبکار و استاد خانه‌ساز نیز بوده است. چند سال قبل همسرش از عالم گذشت و او تربیت 5 فرزندش را تنها به ذمه دارد.